روش‌های قدیمی. اگه هنوز برای ناخن‌های جویده شده و فرو رفته تو گوش یا شکسته از روش‌های پر ریسک و زمانبر استفاده می‌کنی، این ویدیو رو تا آخر ببین، چون با یه ترفند ساده و کاربردی میتونی ظاهر ناخن رو خیلی طبیعی و محکم درست کنی، البته بدون دردسر. بریم سراغ چالشی که تقریبا تمام ناخنکارها باهاش درگیرن. ناخنهای فرو رفته در گوش یا اصطلاحاً جویده شده که نمیدونین چجوری براش کار انجام بدید که مواد به این قسمت بالشتک نچسبه. جدا از این مورد قراره انتهای ویدیو 2 تا آیتم دیگرم بهتون آموزش بدم. راهکار برای ناخنی که برای ترمیم مراجعه کرده و شکستگی از نقطه خروج یا قسمت لبه آزاد داره و یا کابوس تمام ناخنکارها، شکستگی از قسمت کمر، یعنی دقیقاً از قسمت وسط ناخن. به این شکل میشه. بچه‌هایی که در مورد کلاس‌های آنلاین سوال داشتین که نگران بودین از اینکه آیا مطالب رو میتونید کامل یاد بگیرید به صورت آنلاین، ببینید دقیقاً این کاری که من دارم توی این آموزش و خیلی از آموزش‌های دیگه‌ای که تو یوتیوب گذاشتم انجام میدم شبیه سازیه. یعنی من میام با ابزارها و وسایل‌ها شبیه سازی انجام میدم که بتونم اون آیتم رو به شما کامل توضیح بدم. پس خیالتون راحت باشه. همینطور که خیلی نکته ها یاد گرفتید از آموزش های یوتیوبم، توی کامنت ها مشخصه قطعا از کلاس های آنلاین هم نکته های خیلی بیشتر و تخصصی تری یاد میگیرید. خب این 2 تا مورد رو قرار شد من انتهای ویدیو بهتون آموزش بدم. الان بریم سراغ ناخن هایی که فرمشون فرو رفته در گوشته یا حالا اون شخصی که قرار براش کار انجام بدیم عادت داره ناخناشو بکنه، به خاطر همین صدف ناخن پایین تر از بالشتک قرار داره. ببینیم باید چی کار کنیم. قرار شد ما روش‌های جدید و جایگزین روش‌های قدیمی کنیم. آپدیت یعنی چی؟ یعنی اینکه شما با ابزارها و متریالاتون کاملا به روز بشید و کارها رو ساده تر انجام بدید. بچه‌ها این محصولی که من میخوام باش کار کنم که در موردش توی کانال از قبل هم مجدد آموزش گذاشتم، البته همینطور که روی تصویر میبینید روی ناخن‌های پا که گفتم چه مواقعی میشه ازش استفاده کرد. طبق معمولم تمام آموزش هایی که طی ویدیو معرفی میکنم لینکاش تو قسمت دیسکریپشن هست، پس با خیال راحت این آموزش رو تا انتها ببینید. فقط یه توضیح در مورد این محصول، بهش میگن سیلک ابریشمی. منتها قبلا همونطور که کنار تصویر میبینید به شکل رشته‌ای بود و فیبر ابریشمی اسم داشتش. رلا با همین روشی که الان میخوام بهتون بگم کار میشد باهاش، منتها یه باگ خیلی بزرگ داشت. چون حالت رشته‌ای بود چیدمانش روی اون قسمتی که حالا مد نظر بود سخت بود و نصبش هم خیلی دردسرساز و زمانبر. اگر شما با بی‌دقتی هم مخصوصا اگه این کار رو انجام میدادین رشته‌هاشون خیلی میبینید نازک و حالت نخ ماننده، انتهای کار مشتری گله از این داره که انگار یه چیزی مثل خار توی دستش داره فرو میره. به خاطر این بزرگترین باگش بود. اومد پیشرفته تر شد، شبیه فیبرای ورقه‌ای شد. مجدد عکسش کنار تصویر هستش. خب این فیبرای ورقه‌ای خیلی بهتر بود، کار باش راحت تر بود، ولی مجدد یه مشکل دیگه داشت موقع نصبش که حرکت میکرد، کنترلش یه مقدار سخت‌تر شد. اومدن نسل جدیدی ازش درست کردن که به همون مقاومت حتی بیشتر، منتها یه لایه چسبنده پشتش داره که اون چسب باعث میشه تو اون قسمت که شما میخوای راحت فیکس شه. و بریم ادامه مواد گذاری. حالا ببینیم اصلا چه کاربردی برای اینجور مواقع داره. قبل از اینکه بخوایم کارو شروع کنیم بچه‌ها توی این مرحله شما زیرساز رو هنوز انجام ندادید. اول میاید قالبتون رو سایز میگیرید. اندازه گرفتن قالبم به راحت ترین روش رو من تو ویدیویی که دارید میبینید بهتون آموزش دادم.
منتها یه بار دیگه یه نکته خیلی مهمش رو بهتون میگم. ببینید شما قالب رو تو قسمت ریشه که میذارید از یه سمت دیواره باید فیکسش کنید. وقتی میایید به سمت مخالف نگاه که میکنید باید تو راستای دیواره باشه. حالا من الان چون دارم رو این انگشتای سیلیکونی کار میکنم این بالشتک خطای دید براتون ایجاد نکنه. به قسمت مخالف که میرسید باید در موازی دیواره باشه. وقتی که کامل پوشش بده از هر دو سمت یعنی اینکه این قالب کاملا سایزشه. حالا میگم تو ویدیوهای قبلی بیشتر در موردش توضیح داده شده. قالبتون رو که اندازه گرفتید برش این سیلک ها خیلی راحته. شما با یه قیچی معمولی میتونید راحت این کار رو انجام بدید. اما یه نکته داره. وقتی قالبتون رو اندازه گرفتید به 2 مورد باید دقت کنید. یکی پهنای قالبتونه و دومیش نقطه خروجی که روی اون انگشتی که دارید کار میکنید. شما وقتی که قالب رو روی دست نگه داشتید 2 نقطه خروج رو روی قالبتون علامت میزنید. منتها بچه در آینده اینا رو دیگه چشمی انجام میدید دیگه. الان من توی آموزش برای اینکه شماها کامل براتون قابل درک باشه که من دارم چی کار میکنم. نقطه خروج رو برای این اندازه میزنیم که بدونیم دقیقاً این سیلکمون باید کجا قرار بگیره. برای اینکه قراره کاری بکنه که نقطه خروج ها جدا از این که استحکامش بالا میره، وقتی من قالب رو میخوام فیکس کنم روی ناخن این قالب که میخواد قرار بگیره مواد به این قسمت بالشتک نچسبه. بنابراین مهمه که تو قسمت نقطه خروج باشه. به نسبت قدی که قرار روش کار کنید پهنای سیلکی که برش میزنید متفاوته. اگر بخوام بهتون توضیح بدم به این شکل میشه که شما فرض کنید روی یه ناخنی میخواید کار کنید که قدش مثلا این اندازه است یا روی یه صدفی قراره کار کنی که قدش به این بلندیه. خب به نسبت این قدی که وجود داره شما باید این برشی که میخواید بزنید متفاوت باشه. من اگر قرار باشه رو همچین قدی کار کنم خب نیاز به سیلکی دارم که از نقطه خروج تا این قسمت لبه آزاد نصفش رو پوشش بده. چون میخوام استحکام کار رو بالا ببرم دیگه. ما قراره در عین حال 2 کار انجام بدیم. جدا از اینکه استحکام رو بالا ببریم نقطه خروج هم یا همون دیواره ها هم پوشش بدیم. ولی اگه قرار قد ناخن انقدر بلند باشه و این در مواقعی که شما داری با بیلر سافت یا مدیوم مثلا کار میکنی، اگه داری با پلیژل کار میکنی نیازی نیست از سیلک ابریشمی استفاده کنید چون پلیژل به اندازه کافی خودش استحکام داره. همون جوری هم که توی این ویدیویی که دارید میبینید توضیح دادم گفتم برای ناخن‌هایی که خیلی بلنده چجوری مواد گذاری کنید که راحت تر کارتون رو انجام بدید. ولی حالا ما داریم با بیلدر کار میکنیم، ناخنمون فرو رفته در گوشت، مشتری قد ناخن بلند میخواد، استحکام سازیمون باید به چه شکل باشه؟ از نقطه خروج باید سیلکمون رو تا نیمه بلندی قد به این پهنا برش بزنیم که هم استقامت بالا بره و هم مواد به این بالشتک نچسبه. پس این شد قانونی که شما باید در نظر بگیری برای اون برش پهنایی که میخوای به این سیلک بدی. حالا ما یه قد نرمال میخوایم انجام بدیم. نقطه خروجمونم که علامت زدیم کجاست. من میخوام مثلا قد ناخن خیلی نرمال باشه تا همینجا بلندیش باشه. بنابراین نصفش میکنم از نقطه خروج تا این نصف سیلکم رو برش میزنم. چجوری پهنا رو اندازه بگیریم؟ من اول اندازه اون پهنایی که میخوام برشم رو میزنم. ببینید خیلی راحت با قیچی
برش میخوره. از روی قوس قالبم اندازه میگیرم، یه سمتش رو میذارم اینجا که اینجوری راحت تر باشم، یه سمتشم به این سمت، این اندازه است. اینم قیچی میکنم. از یه پوشر چوبی کمک میگیرم و این سیلک رو از چسبش که جدا میکنم به این شکل روی پوشرم میچسبونم. اینو میذارم کنار. حالا چجوری توی قالب فیکسش کنیم که حرکت نکنه و دقیقاً همون جایی قرار بگیره که ما مد نظرمونه. چون دارم با بیلدر کار میکنم از یه قلم زبون گربه‌ای استفاده میکنم، به خاطر بلندی قد موش من راحت تر میتونم کار انجام بدم. نحوه مواد برداشتن، تمام این نکته هایی که لازم شما در مورد بیلدر بدونید رو من مجدد تکرار میکنم، تو ویدیوهای قبلی گذاشتم. پس اگه شما اولین باره که دارید از کانال من آموزش میبینید، میتونید یه سری آیتم هایی که من دارم الان میگم رو توی کانال به راحتی پیدا کنید. اگرم نتونستید پیدا کنید ایرادی نداره بچه‌ها، کامنت بذارید، من لینک رو براتون میفرستم. نحوه مواد گذاری رو که خب مجدد میگم، گفتم، تکرار نمی کنم که برای بچه‌های قدیمی حوصله سربر نباشه. قدم رو در نظر گرفتم، یه لایه میکشم توی قالبم، البته نازک، نیازی نیست که خیلی ضخیم باشه. از قد تا نیمه قالبم، منتها به این قسمت در اصل اینجا میشه الان ریشه این مواد گذاری اولم. به این قسمت که میرسم فیدش میکنم. اصلا نیازی نیست حجم مواد گذاریتون زیاد باشه، اینکه وقتی میخواید این سیلک رو فیکس کنید توی قالب، اگه مواد زیاد باشه موقع فیکس کردنش مواد از بالا و پایین سیلکتون بیرون میزنه. نقطه خروج رو میبینید، علامت زدیم. از این سمت که علامت زدیم از این ور لایمون نازکه کامل مشخصه. پس من سیلکمو به کمک پوشرم جایی قرار میدم که هم نقطه خروجا رو کاور میکنه، هم بلندی قد ناخونو. خیلی آروم پوشرم رو فشار میدم روی سیلک که کامل فیکس شه، نقطه هوایی ما بین سیلک و موادم نمونه. بچه ها اگر الان من مواد زیاد گذاشته بودم، یه فشار که اینجوری میدادم مواد از بالا و پایین بیرون میزد. الان مثلا این قسمت رو میبینید یه ذره سفیده، هوا اینجوری میفته. بنابراین من خیلی آروم این قسمت رو هم فشار میدم، میبینید اون لکه سفید از بین رفتش. پس اینجوری هوا رو تشخیص میدیم و قبل از اینکه بخوایم از دستگاه استفاده کنیم دقت میکنیم که همچین مشکلاتی به وجود نیاد. جاشو درست فیکس میکنیم. از این سمت بخوام به شما نشون بدم، میبینید دقیقاً دو قسمت نقطه خروج رو سیلک من پوشش داده. نگاه میکنم، چکش میکنم که لکه‌ای داخلش نمونده باشه، حبابی نداشته باشه. به تمام اینا دقت کنید، برای اینکه وقتی که شما هنوز تو دستگاه نذاشتید درست کردن این مشکلات خیلی راحت تره تا وقتی که این مواد خشک میشه. 10 ثانیه من میذارم داخل دستگاه. این زمان متغیره به دو دلیل مهم: رنگ بیلدری که دارید استفاده میکنید و اورجینال بودن دستگاهتون. قطعا دستگاه وقتی اورجینال باشه خب خیلی سریعتر خشک میکنه مواد و کار کردن برای ناخونهای خاص یه مقدار خب قطعا زمانش بیشتره و به همون نسبت شما باید هزینه بیشتری از مشتری دریافت کنید. ببینید الان ما این مرحله رو انجام دادیم، ولی برای اینکه خیالمون راحت شه موقعی که میخوایم این قالب رو فیکس کنیم مواد از قسمت لبه آزاد بیرون نزنه، میایم مجدد یه حجم به نسبت اون قدی که میخوایم برداریم که من دیگه با تمام متریال ها، چه پودر، پلیژل، بیلدر، با تمام اینها تو کانال آموزش دادم که از کجا بفهمین برای هر قد ناخونی چه مقدار مواد نیازه
و قوس ناخن اصلا باید کجا قرار بگیره. تمام اینا رو دیگه آموزش دادم، میتونید رجوع کنید به آموزش‌های قبلی. یه لایه دیگه من مواد ور میدارم، تقریبا حجمش از مواد قبلی بیشتره. از قسمت مجدد لبه آزاد میذارم تا پایین سیلک. وقتی که موادتون اگر دیدید حین کار حجمش زیاده و تا لبه پایین اومد، هیچ ایرادی نداره. این حجم رو به همین راحتی میتونید تخلیه کنید. مجدد وقتی این کارو کردم 10 ثانیه دیگه میذارم داخل دستگاه. بعد از این مرحله میرسیم به موادگذاری اصلیمون. مجدد دیگه وقتی که شما لبه آزاد و مواد گذاری کردید باید مواد کمتری برای قسمت روی صدف بردارید دیگه. اگه تا اینجای کار برای جذاب بوده لایک یادت نره به 2 دلیل. اول اینکه من انرژی بگیرم برای ساخت آموزش‌های بیشتر، چون به جرئت میگم اینجا تنها کانالیه که تمام تکنیک‌ها با جزئیات آموزش داده میشه. و دوم اینکه الگوریتم یوتیوب بر اساس لایک های شما این آموزش رو به افراد بیشتری نشون میده تا بتونن از نکته هاش استفاده کنن. بریم ادامه آموزش. موادمو تو از قسمت لبه آزاد خود ناخن، قسمت نقطه خروج شروع میکنم مواد گذاری به همون روشی که بهتون بارها توضیح دادم و به قسمت ریشه که میرسم 1 میل به ریشه مواد رو 0 میکنم. چک میکنم قبل از اینکه بخوام روی ناخن فیکسش کنم که آیا حجم موادم اوکیه. دیوارها رو نگاه میکنم حباب نداشته باشه و بعد به راحتی روی ناخن فیکسش میکنم. نحوه فیکس کردن و درجه زاویه دستتون و فشار اینا مجدد میگم بچه‌ها، من بارها تو ویدیوهای قبلی دیگه آموزشش رو دادم. برای چی من آموزش ها رو اینجوری قسمت بندی میکنم؟ برای اینکه خیلی از بچه‌ها هستن فقط توی یه مرحله خاص مشکل دارن. خب به راحتی به اون ویدیو رجوع میکنن و آموزشش رو میبینن. وقتی که شما فیکس میکنید قالبتون رو، اینو یادتون باشه نباید قالب و فشار بیارید که مواد از طرفین بیرون بزنه. فقط در حدی باشه که این قالب فیت بشه روی ناخن. یووی تک انگشتی رو تو قسمت ریشه 10 ثانیه نگه میدارید و بعد دست رو کامل میذارید داخل دستگاه 90 تا 120 ثانیه کامل خشک بشه. قبل از اینکه این کارو کنین، ما الان مثلا ریشه رو فیکس کردیم دیگه، دست رو میچرخونید، از زیر نگاه میکنید. البته با این کاری که من انجام دادم به هیچ عنوان مواد مطمئنم به بالشتک نمیچسبه، ولی باز قبل از اینکه بره داخل دستگاه چک میکنم، طرفین رو نگاه میکنم و بعد میذارم داخل دستگاه یووی. خب ژلمون کامل خشک شد، میبینید دیواره ها کاملا تمیز، مواد بیرون نزده، از زیر هم همینطور. سیلک ابریشمیمون اجازه نداده که مواد بخواد به بالشتک بچسبه. این قسمت اون اضافه سیلکیه که قالب بیرون زده، مثل این سمت. بیلدر به خاطر چسبندگی زیادی که داره، خب یه مقدار شاید جدا کردنش از قالب براتون سخت باشه. منتها بچه‌ها انگشت شستتون رو توی این قسمت قرار میدید، ببینید روی قالب و انگشت. لبه آزاد یه مقدار فشار میدید و از یک جهت بلند میکنید. حالا الان من چون روی انگشت سیلیکونی دارم کار میکنم یه مقدار این کار سخت تره، ولی روی ناخن طبیعی دقیقاً به همین روشی که بهتون گفتم شما راحت میتونید مواد رو جدا کنید. این قسمتی که بیرون زده رو شما هم میتونید همون اول کار با قیچی کاتش کنید، هم الان میتونید انجام بدید، هیچ فرقی نمیکنه. ما بقیه اضافه‌ش هم با سوهان کشی کاملا از بین میره. ببینید قشنگ نقطه خروجا رو کاور کرد و مواد هم به هیچ عنوان از زیر به بالشتک نچسبیدش. با این روش راحت میتونید یه موادگذاری خیلی مطمئن و با استحکام بالا انجام بدیم. حالا بریم سراغ مواقعی که شکستگی ناخن به این شکل از نقطه خروجه.
شما میتونید 2 تا کار انجام بدید. بعد از اینکه سوهان کشی کردید و قسمت هایی که لیفت داده رو جدا کردید، اگر که ناخن نازک بود با قیچی به صورت مثلث اون تیکه رو کات کنید. من الان چون دارم رو ناخن پلاستیکی این کار رو انجام میدم، خب سفت‌تر از ناخن طبیعیه. این قسمت رو میتونید اینجوری کات کنید. اگر دیدید که خیلی جنس صدف ناخن خود مشتریتون سفت و محکمه، با یه سرسوهانی باریک به این شکل سوهان رو میذارید و این قسمت رو کات میکنید. حالا چجوری استحکامش رو بالا ببریم؟ قالبتون رو که سایز گرفتین، این نقطه رو علامت میزنید که کجاست و دقیقاً اندازه همون سیلک ابریشمی رو توی اون قسمت میذارید و به همین روش مواد گذاری که توی این آیتم بهتون گفتم مواد گذاریتون رو میکنید و بعد کار قالبتون رو انجام میدید که سیلکتون تکون نخوره. در مورد زیرساز، وقتی دارین واسه ناخن‌های جویده شده و تو گوشت فرو رفته کار میکنید، قبل از اینکه زیرسازتون رو انجام بدید قالبتون رو سایز بگیرید، فیبرتون رو فیکس کنید. بعد که خواستید مواد گذاریتون رو تکمیل کنید، حالا زیرسازتون رو انجام بدید که دیگه وقتی مواد گذاری قالب تکمیل میشه سریع فیکس شه روی ناخن. توی این مورد مجدد شما همچنان زیرساز رو انجام ندادید. اول تکلیف این شکستگی رو مشخص میکنید. به این شکل درستش که کردید، سیکل رو که فیکس کردید توی قالب، حالا میتونید زیرسازتون رو انجام بدید، بیس ژل یا رابر بیستون رو بزنید و بعد با همون روشی که بهتون گفتم قالب رو فیکس کنید. مواقعی که ناخن از کمر میشکنه، بچه‌ها یه ویدیو کامل تو کانال هست در مورد لیفت ناخن و دلایلش. یعنی اگر که شما دیوارتون لیفت میده دلیلش چیه، اگه این لیفت از ریشه است دلیلش چه چیزی امکان داره باشه، تمام اینا رو با جزئیات بهتون گفتم. حتما اون ویدیو رو ببینید و اینکه چجوری اصلا لیفت رو سوهان بزنید، موادی که لیفت داده بین ببرید و بعد کارتون رو انجام بدید. مواقعی که به این شکل ناخن از کمر شکسته ولی از قسمت بالا هنوز روی ناخن وصله، بعد از سوهان کشی و اندازه گیری قالبتون زیرسازتون رو انجام میدید. این بار قالب رو که سایز گرفتید روی ناخن، همون لحظه میایید این قسمتی که ترک داره رو علامت میزنید که بدونید دقیقاً کجای قالبتون میفته و قالب رو که برداشتید سیلک رو جایی میچسبونید که این قالب هستش. ولی یه تفاوت اصلی داره. شما لایه نازکی که زدید سیلک رو چسبوندید، 10 ثانیه گذاشتید تو یووی خوش شد، دیگه لازم نیست، چون کار قددهی که نمیخوایم انجام بدیم، دیگه لازم نیست دوباره مثل این مدل بیایید دوباره مواد گذاری کنید خوشه و بعد مواد گذاری اصلی. این کار رو حذف میکنیم. فقط یه لایه خیلی نازک توی این قسمت داخل قالبمون میزنیم، سیلکمون رو میچسبونیم، 10 ثانیه داخل یووی خشک شد، مواد گذاری کاملمون رو انجام میدیم و فیکس قالبمون در نهایت تمام. شما با استفاده از این نسل جدیدی که وارد بازار شده به راحتی میتونید تمام این چالش هایی که توی کار باهاش مواجه هستید رو برطرف کنید. اگه تو هم با ناخن‌های فرو رفته و شکسته درگیری، حتما این روش رو امتحان کن و نتیجهش رو تو کامنت برام بنویس. منتها اگر که توی کارت به هر دلیلی با مشکلی روبرو هستی که هیچ کس جواب کامل و درست بهت نمیده، برام کامنت بذار. شاید آموزش بعدی بر اساس مشکل تو باشه. موفق باشی.